Салом алейкум, دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امروز ویدیوی من از پریدیوکا سر می شود. یعنی که ما بروک کشاده می خواهیم که تنگش کنیم ای پیلوس با کالتاش کردن در کره یا 10 سانتیمتر دیگر تا آخر نوار با من باشید. درازی بروک ما 108 سانتیمتر، اما باید 98 سانتیمتر تیارش گیریم، یعنی که 97 سانتیمتر. چکار کردن در کار باید از پایان 10 سانتیمتر 8 سانتیمتر میگیریم تا به 98 سانتیمتر بیاید موای میکنیم. 8 سانتیمتر میگیریم، دو تا دیگه حقی درز میرود تا گیدرده میشود آبش 10 سانتیمتر. نشون اینطور 8 سانتیمتر میگیریم نشون 2 سانتیمتر دیگه تا درز میرود آبش میشود 10 سانتیمتر تیارش میشود تیاری بیوک 98 سانتیمتر. اکنون چپانه میکنیم شه بعد ته میکنیم. اول تنگ کردن در کار بعد تهش کنیم. مثال یکم کس که از بازار یکی از مکازین ها میخواد بروک خرید کشاد باشه بدونیم و این تب و این راه حل وای کنید، هم کالته کنید هم ته کنید. اگر تنگ کردن خواهید وقتی که بریدی اگر بروک خواهید تنگ کردن بعدی بریدن سначала وای میکنید تنگش میکنید بالای پوچه ته میکنید. هم 10 سانتیمتر میگیریم تیارش بچار 15 سانتیمتر اینکه 14 سانتیمتر بچه 16 سانتیمتر میگیریم تیارش میشود 14. این وقت داره باید 2 سانتیمتر زیاد گیریم 7%.
پاچهش باشد پیشم 16 سانتیمتر میگیریم تیارش میشه و 14 سانتیمتر. همین خیال درآمد، هم از این طرف ماشین میزنیم و جای زیادیش اویلیبل میبریم. همین خیال نپریمیر اینجا ماشین را زده ما اینجاش میبریم ده و همین تا که بریدیم قش میمونه همین خیال میشود و همینجا اویلیبل میزنیم یک روی دیگر محکم میکنیم مستحکم میشود. بعد از همه آخر سری پوچه بند کنیم باری کرده تا اون دو رو ته میکنیم.
پایینش را وکای بریدیم. اکنون اینجاش این طرفش رو میبریم. لیش نیه. همین خیلی ویرلاک میزنیم. مستحکم میشود، محکم میشود. این اگه تیار است. بعد از هم آخر لایه دوم کوچهش رو تمام میکنیم. بعد ویرلاک زدم.